وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب سوختار صبح جمعه در طرفخانه در دوشنبه مشهور یکسرای را به نظارت گذاشتن کندیسنر نامید. بنا به اطلاع رسمی وزارت، 7 ینور سال 2022 ساعت 2:38 دقیقه در بنای طرفخانه یکسرای واقع در کوچه شیروزی 22/1 نویه فردوسی شهر دوشنبه سوختار به عمل آمد. به محل حادثه نقلیات‌های اساسی و مخصوص آتش نشانی و هیئت شخصی سفربر کرده شده در نتیجه تشکیل و گذرانیدن عملیات فوری سوختار به پنجشنبه در مساحت اولش به پورگی خاموش کرده شد. رفت سنجش و تحقیق حادثه سوختار معاین کرد که سبب آتش گرفتن بنای طرفخانه به نظارت گذاشتن تجهیزات گرم دهنده برقی کندیسنر می باشد. گفته می شود در خبر. وزارت کارهای داخلی گفت از سوختار هیچ کس ضرر جسمانی نبرداشته است. مبلغ مال و ملک از سوختار امین مانده موافق حساب‌های پیشکی تقریباً 7,650,000 سومانی را تشکیل می‌دهد، اما حجم ضرر رسیده به صاحب ملک گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی تنها گفت تحقیق حادثه از جانب گروه کاری ادامه دارد. طور قبلا خبر دادیم صبح جمعه 7 ینور طرفخانه در پایتخت تاجیکستان مشهور یکسرای به کام آتش رفت. این طرفخانه که اساساً برای گذرانیدن توی و دیگر شب نشینی ها استفاده می شود در ساحل دریای دوشنبه در نزدیکی چوبخانه شرق آزاد جایگیر شده است.